بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم بینندگان عزیز. امروز یک درس دیگه از همون کتاب ریاض الصالحین با کمک الله متعال میخونیم و درس امروز که قرار است بخونیم ان شاء الله باب دوم ان شاء الله شروع میکنیم. و باب اول کتاب شی باب اول که درباره همون اخلاص بود، ما چند آیه و حدیث در همون باب خوندیم و باب دومی که اینجا شروع میشه باب توبه، باب توبه است. یعنی صاحب کتاب در اینجا در ابتدا برای همون شرط هایی که برای یک توبه لازم است اونها را بیان میکنه که اگر هر یک انسانی که مبتلا به گناه میشود باید با همین شرط ها توبه کنه و گناه ها را اینجا به دو قسم تقسیم میکنه. میگه اگر گناهی که اون حق آدم ها باشه، یعنی که حق بنده ها باشه، سه شرط داره. در عموم گناه ها به دو قسم تقسیم میشه که حق الله است و حق العباد. حق الله این است که بزرگترین از حق الله این است که او توحید باید انسان ها الله را تنها عبادت کنند، نماز، روزه، حج، زکات و دیگر عبادت هایی که اینها همش حق الله هست. باید انسان این حق ها را چیکار کنه؟ به جا بیاره. و بعضی گناه هستند که اینها حق بنده ها هستند. مثلا مثلا یک انسان مال یک کس رو بدون اجازه از اون میگیره، یا که در حقش یک تهمت میکنه، یا که غیبت میکنه، یا که یک صحبت قطعی میکنه که اون صحبت سبب ناراحتی انسان میشه، این حق اون است. و در اینجا صاحب کتاب بیان میکنه که اگر همون گناهی که حق الله باشه سه شرط داره که طبق همین سه شرط توبه انسان قبول میشود. شرط اول نیست که میگه که وقتی که انسان همون گناهی را که میکنه، به طور مثال تا روز دزدی میکنه، زنا میکنه و عرق میخوره، باید هم گناه ترک بکنه، همین گناه ترک بکنه که دیگه گناه نکنه. شرط دومش نیست که از همین گناهی کرد تا روز باید پشیمان شود. شرط سومش این است که عزم اراده کنه که دیگه به طرف گناه برنگرده. ان شاء الله از ما اینو میخونیم و این را بیان میکنه که میگه باب توبه، باب توبه یعنی که توبه کردن. میگه قال العلماء التوبه واجبه من كل ذنب. میگه علما بیان میکنن که توبه واجب است، یعنی که هر یک انسان از هر گناه باید توبه بکنه و این لازم است، واجب است، ضروری است که باید توبه کنه. میگه فان كان المعصيه بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق الادمي فلها ثلاثه شروط. پس میگه اگر همون گناه معصیت تعلق به حق آدم، به حق چی داشته باشه؟ بین بنده و بین الله باشه. ما گفتیم که مانند کسی نعوذ بالله تا روز برابر الله چیزی رو کسی عبادت میکرد، نماز نمیخوان، روزه نمیگرفت، زکات نمیداد، در حالی که مال داشت و شرایط زکات داد دیده میشید، و همچون بگیم که زنا میکرد، دزدی میکرد، عرق میخورد، این گناه های هستن که تعلق به حق الله داره. سه شرط داره. میگه شرط اولش این است، میگه که احدها ایقلی عن المعصیه، این است که همون گناه ترک کرده بشه. به این معنی که تا روز دزدی میکرد و عرق میخورد، زنا میکرد، دیگه باید دزدی نکنه، دزدی را بس بکنه، عرق نخوره، زنا نکنه. میگم و شرط اول. شرط دوم و ثانی ایندم علی فعله، اینه که دومش این است که پشیمان در اینجا است که باید همون انسان از همین گناهی که باید او پشیمان شود که من چرا این گناه تا این روزا کردم، یعنی که پشیمان شدن از گناه. سومش که و ثالث ای عزیمه الا یعود الیه ابدا. سومش این است که عزم اراده کرده شود که به طرف این گناه دیگه برگشته نشود، یعنی که انسان باید که عزم اراده کنه که به طرف گناه من دیگه بر نمیگردم. میگه فین فقد احد الثلاثه لم تسی توبه. میگه از همین سه شرط یک تاش اگر در اینجا دیده نشه، میگه توبه او انسان صحیح نمیشود. یعنی که باید انسان که توبه میکنه و اون گناه مبین بنده و الله است، این سه شرط باید او دیده بشه. میگه و این كانت المعصيه تتعلق بآدمي فشروطه اربعه هذه ثلاثه و يبرأ من حق صاحبها فإن كانت مالا او نحوه رده اليه وإن كانت حد قذف نحوه مكنه منه او طلب عفوه. میگه که اگر گناه تعلق به حق انسان داره، ما گفتیم که بعضی گناه حق بنده است که یک کس مال یک کس بدون اجازتی او بدون رضایت مالش میگیره، میدزه، یا که غصب میکنه، به زوری میگیره، باید همین مال برگردونه بده. یا که بعضی گناه ها هست که انسان در حق یک انسان میکنه، در شریعت حد داره. به مثال اگر یک انسان یک زن پاکدامن تهمت به زنا بکنه، در شریعت حد داره، مجازاتش حد است. اگر حکومت اسلامی باشه بالای حد جاری میکنه. بعضی گناه هست که انسان یک انسان تهمت میکنه، غیبت میکنه، آبرو و عزتش از بین میره، باید پیش همون نفر بره بگه که من در حق تو امروز تهمت کردم و تو غیبت کردم، آبرو و عزت از بین بردم، اینا من در پیش تسلیم هستم. هر کاری که میکنی بکن، نیکی همین است که باید
همین حق خطا ببخش که مبادا در روز قیامت اگر در دنیا انسان حقش نبخشه در روز قیامت از او پرسیده می شود. در روز قیامت از این حق حتما پرسیده میشه و حق انسان اگر در دنیا حقش نگرفت حتما در روز قیامت حقش میگیره. امروز کسایی که چی قبول مردم ظلم میکنن تا حکومتایی که حق مردم نمیدن یا کسایی که با قوت زور حق مردم میگیرن حتما این مردم حقیقت در روز قیامت در نزد رب العالمین از اینا طلب میکنن و میگیرن و در اون روز آیا در بدلش مال میگیرن، جا میگیرن، مقام، منصب، خانه، طلا، نقره؟ نه، همون کارهای خوبی ها اینا رو میگیرن. اگر کارهای خوبی نداشته باشن همین گناه های همین ها در سر گناه های اونا یک جا جمع میشه و عذابشو زیادتر میشه. بعد امروز کسایی که حق مردم نمیتن بالای مردم ظلم میکنن، خاصتا کسایی که در سر قدرت هستن، پادشاه هستن، بگیم که یک وزیر هستن یا که یک رئیس جمهور هستن که بالای مردم قیم روز ظلم میکنن، حتما این مردم در روز قیامت حقاش از شما طلب میکنن میگیرن. میگه پس اینجا بعضی از اهل بیان میگه که اگر یک انسان از بعضی گناهاش توبه کرد و از بعضی دیگهش نمیگه، همین بعضی از گناهی که توبه کرد همین گناهها توبهش قبول میشه، اما از بعضی دیگهش که باقی موندگی است باید چیکار کنه؟ توبه کنه. یک چیز ببینید که در دو صورت دیگه توبه قبول نمیشه. یکی است که هر وقتی که به طرف انسان ملک الموت اومد در او وقت هر کی توبه کنه که توبهش قبول نمیشه. شما رو ببینید در او وقتی که فرعون در دریا غرق شد ملک الموت دید توبه که توبهش قبول نشید دیگه. دیومش نسه صورت دومش نسه که ما میبینیم که هر روز خورشید از مشرق طلوع میکنه در مغرب غروب میکنه. بعد نزدیکه که از نشانه قیامت همین است که نزدیکی قیامت یک روز ما شما میبینیم که خورشید از مغرب طلوع میکنه. در او وقت دیگه انسان ها گناه کنه توبه کنه توبهشو قبول نمیشه. و از اینجا از چند آیه و حدیث دلیل میاره در باب توبه و میگه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قال الله تعالی وتوبوا الى الله جميعا ایها المؤمنون لعلكم تفلحون. ای مؤمن ها همه شما یک جا بر بگردین به طرف الله توبه کنین باشد که شما چی بشوین؟ رستگار. یک جا مؤمن ها باید توبه کنن از گناه ها، از کم کاستگی ها، از خطاها. همچون دیگر دلیل میاره که الله تعالی در سوره هود میگه آیه 3 که استغفروا ربکم ثم توبوا الیه. طلب استغفار کنین، طلب بخشش کنین، سپس بر بگردین به طرف رب، به طرف او بر بگردین. و که در سوره تحریم که الله تعالی میگه یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا. ای کسایی که ایمان آوردین توبه کنید به طرف الله توبه نصوح، توبه صادقانه. نصوح هم صادقانه. و ما گفتیم که وقتی که انسان معصوم نیست از او خطا و گناه سر میزنه پیش از اینکه ملک الموت به سراغ او بیاید باید توبه بکنه و توبهش هم توبه صادقانه باشه. اگر اون حق الله بود سه شرط داشت. شرط اولش این بود که گناه باید ترک کنه، دوم از این گناهی که تو امروز کرد پشیمان شود، شرط سومش این است که عزم رو کنه که دیگه بر نمیگرده. اما اگر این حقی بنده ها بود همین سه شرط دیده بشه، شرط چهارمش این است که همون مالی را که از او گرفته باید دوباره برای بده، یا که در حق یک تهمت کرده است که طبق قانون شریعت بالای او حد جاری میشه باید خچه برای تسلیم کنه، یا که در حقش غیبت، تهمت و بهتان کرده پیش برای خچه تسلیم کنه بگم من در حق تهمت و غیبت و بهتان کردم مرا ببخش، هر کاری که با من میکنی بکن اما تو مرا ببخش. و برادر عزیز فی الحال در ما فرصت هست، روزی هست که خیلی سخت است، سکرات مرگ سخت است، خانه قبر سخت است و همچون میدان محشر است، همچی هست اونجا بگیم میزان از اعمال ها حساب کتاب میشوند، پل صراط است. این مرحله را هر یک انسان چی مسلمان است هر کسی باشه مرحله را طی میکنه و پیش از اینکه ما با اون مرحله بریم امروز فرصت است باید ما و شما توبه کنیم. بارک الله فیکم.